خب دوستانی عزیز، در آینده نزدیک حاضر ما با اسماعیل جان یک سرودی اویلی جناب رو آماده کرده ایستادیم که با نزدیکی دسترسی هر یکی شما میگردد. سلامت باشید، مرحمت. ما سرودی دوست داشته شما آهی دلی زاری من رو به طرز زنده تقدیمی هر یکی شما میکنیم. نمیدونی آزید دک جوی مرا نمیفهمی میدونم ماده زوری سیری دل تا نمیگویی میدونم به قراری تو مادرم نداری شود تای برون رفتستم و ایستا فکر خیالت دایش نمیکنم دردن نگاه که گولی من میخونم مبالم مریم اسرای شیری ما برای تمدم خودی دباری میمونی تو نفسی آخیران دبسی و بلندی های زندگی مرا تو قنما باورقی خیالم مینویسم بخونی دید عذاب معرفم به تو بودن مشکل ایوی همون روزوی با تو بودنی من نکه ای مدوری بو نمیکنی یاد من قسم میخورم که با هیچ کن ندارم عوض تو آخیران میرم تو آخیران نفس دردم میکردی هیچ ممکن که همون وقت دیگر میشید سر نویشت روزه میشود که مرا میکنی یاد بدون که همون روز جانت میکنه با تو باید گفت که یک قدم میزنی دور تا گوشی من نمیرسد همون صدود کفنی من میشود کرده ای تنات کردی تو خیانت عشق رسید با آخرت تنها موندم به تو از زندگی شدم به زور بگو که تو بکای دردم میکنم با جون بگو با دردی ما کدوم طبیب میتدوم دیگه خانم نتیم قدرم خویش بگو که تو بکای این دل میکنن نولیش بیکاوی بعدی 100,000 سال تو میری من خدا شاهید نیا به خاک سر ما سلامت باشید.